نزدیکان صاحبکار زندانی زید سعیدов را قراری اخیر دادگاه در مورد مصادره مال و ملکشان در اساس پرونده صاحبکار زندانی نگران کرده است و آن را پایمال نمودن حقوق خویش می‌دانند. چند روز قبل اجرا کنندگان امر دادگاه شهر دوشنبه به منزل زیستی آنها آمده طلب کردند که بر اساس حکم دادگاه در مورد مصادره مال و ملک زید سعیدов خانه‌های خود را خالی کنند. 8:30 شب همین خانه غیر و از کن ایزن ها چند چی کن که ایش کیه بخیر یک خط دادن ما پگاهی سود رفتیم گفتیم با کدام اساسای با چی کاره گفتن که شما همین چی برای خانه هاتون مصادره خانه ها هست. ما گفتم در اون زمانی که بود قطعی من لای دیوال نکردی قطعی من یگون مردی کاری کردی نبودی من ایرا خودم توقع من ایرا محنت کردیم خانه چی کردم خیلی گفت ما را پیرکز گفتیم پیرکز که آخه پیرکز شما اگر غارت کردی باشید خیلی بگین که ما برای غارت کنی هستیم یکی اگر یگان مثال بگیریم کارهای دیگه باشه خیلی ما را آگاه کنین. در این منزل قریب 20 نفر زندگی میکنند. صاحبان آن نگرانند که خانه اشان را گیرند آنها در کوچه میمانند. اعضای این خانواده میگویند موافق قانونگذاری خانه در صورت غیر قانونی از خود کرده شدن مصادره می شود. پیوندان یکی از برادران دیگر زید سعیدов هم از گرفتن آگاهی نامه از جانب سود اجراچیان ناحیه شاه منصور خبر دادند. آنها میگویند از این آگاهی نامه خیلی به تعجب افتادند زیرا خانه سالهای 1977 از جانب پدر زید سعیدov خریده شده است و آن وقت زید سعیدov در مکتب میانه تحصیل میکرد. سببش اکم تمام یگان وینه ای خیلی بگیریم خانه را پدرم گرفتگیه کو خانه را پدرم خریدگیه ای دا اکم یگان وینه ویم نداره. باشندگان این خانه میگویند طبق ماده 57 کودکس جنایی باید تنها مالکیت محکوم شده به فایده دولت مصادره شود. بندی سیوم این ماده به گفته آنها مصادره مال و ملکی برای محکوم شده یا شخصانی در تأمیناتش بوده ضرور را منع میکند. حالا آنها امید دارند که مقامات کودکان نابالغ آنها را به نظر میگیرد که زیاده از 20 نفر هستند. ما صاحب 7 فرزندم. ما 20 سال شده همین خانه زندگی میکنیم. ما 4 عائله ایم در همین خانه خسروشنامه 4 عائله است. مثال ما به 7 فرزندم. ما خانه ها زینه دارم که مثال مستقلانه زندگی کنم. ما در همین خانه زندگی میکنم. مقامات هنوز این خبر را شهر ندادند ولی 2 حکم دادگاه عالی که زید سعیدov را در مجموع به 29 سال زندان محکوم کرد مصادره مال و ملک او به خاطر جبران ضرر اقتصادی به دولت رسانده‌اش را نیز پیش بینی میکند. تاکنون بر اساس حکم دادگاه 8 کارخانه و شرکت‌های مربوط به زید سعید و نزدیکان او از جمله فابریکه دوزندگی گلستان و کارخانه تاجیک مرمر را مصادره و دولتی کردند.